به نام یاد خدا. با عرض سلام و درود خدمت همه شما وطندارای گل. در خدمت شما قرار دارم من جمیل حیدری با تقدیم گزارش دیگر. امروز آمدیم در منطقه جاده بدیل منارها یا جاده اخیر جاده لیسه مهری هیروی تا با تعدادی از هموطنان و کسب و کارانی که در این منطقه کار و کاسبی میکنند، دکاندار هستند و یا باشنده این منطقه هستند صحبت و گفتگو داشته باشیم. امیدوارم تا آخر برنامه با ما همراه باشیم و میریم ما همینجی خیاطی های و چند تا خیاطیه، یکی به نام خیاطی نمانجان، خیاطی میلاد جان. بردو خیاطی میریم. اول سلام علیکم، موندن هم باشیم برا. جان شما جوره؟ خوب هستین سیف؟ سلامتی؟ جان شما جوره؟ بفرمایید شما هم پشت میز خود قرار بگیریم. اسم شریف شما برای من؟ نیمان برا یکسان شهروندان هرات. نیمان جان عزیز خلیفه ایم یا شاگردیم؟ والله همیت دکاندار ما در خلیفه ایم. دکان هم به نام خود شما نه؟ بله ها. چند سال میشه نیمان جان خیاطی میکنه شما؟ 15 سال میشه. 15 سال میشه. خب ایشتن وضعیت کارآورا خیاطی خوبه نیه چی رقم؟ و خدا تا همی 3-4 سال پیش دندونا ما تیار بود و به این سالا خیر دگاله کم کم میرزه لالا دیگه. چرا دندونا شما میرزه؟ و وقتی غم بخوری چرت بزنی فکر کنی دیگه طبعا دیگه نه. موها سر آدم سفید میشه، دندونا آدم میرزه. حال ما بیشتر از شما به جای بودیم این خیاطی خیاطی بدید و بیچاره همین دیوالات دندونای هم بریخته خدای دل ما بسخت بریم. از بابت ای که بیکاری شده منظور شما نه؟ بله لالا کسی نیه دیگه به شهر مردم ایراد طبیعا میگه بیخی برفتم ولی بیام مدرش یا مدر طرفی دیگه به همیتا مشکلات هستیم دیگه سعی کنیم چه کار میشه. واقعا مشکل هموطنان عزیز، واقعا مشکل بیکاری یک مشکل حادیه که تمام کسب و کاران متاسفانه از این شکایت دارن از بابت بیکاری و من امیدوارم که روزی بشه که کاروبار بهتر شه و شرایط قسمی بشه که هموطنان بیرون از کشور اونا هم بیایم. نیمان جان شما بزید دکان خود تنها لباس مردانه میدوزین، واسکت میدوزین، چی میدوزین شما؟ مردانه هم میدوزیم برار، واسکت هم از اون خود تکیه باشه میدوزیم. بله دیگه دریشی یا لباس زنانه و ایت چیزی نمیدوزین؟ نه او بخش سیواه در کار میدوزیم. شما چند سال نیمان جان شاگردی کردین تا بالاخره خیاط شدین؟ حدوداً چیزی شاید دقیق شاید دروغ گفته راش یک 5-6-7 سال شاگردی بکنه. 7 سال شاگردی کردیم. دیگه حالا با شما نگیم 5-6-7 سال هر 20 سال میشه. والله خوبه دیگه فضیته که هسته که شما 6 سال 7 سال عمر خود شاگردی تیر کردیم، من 8 سال 9 سال همیشه دکان داریم. و خدا به نفر کار داره دیگه، کسی که لباس پیش باشه بعد رخت لباس خودی و معلوم میشه دیگه. چیز خوب از اون دور جلوه خور میکنه، نمایش خور میده، نیست ایستاده باشه دیگه. او به نفر کار داره که بعد بفهمه دیگه. شما هم سعی میکنیم دیگه حال بازار میبینین، لباس برازی هم میبینیم، بزو هم میبینیم دیگه. باز اینا رو مقایسه میکنیم، خود شما میگیم این چی رقم از او اشته بود از ما چریتنه. کسایی که با کار داشته باشه هم رختا معمولی میپوشن. متا بعضی ها طبیعی هم میگم جون ما پوشیده شده دیگه، ما دیگه چی باید بعضی ها که مدگی تر هم ماین که لباس اینا بالاخره هم پوخته، هم بعضی دوستا صاف بسته و اندام اینا که خوش دارن همون رقم برابر باشه. بله سلامت بشه نیمان جان. قیمت ها چی رقمه لباس مثلا دیگه؟ چون میگن که خیاطا دو بهار دارن، همین دو عید اینا دو بهاره دیگه. همین دو عید خوب پول داره میکنن. گفته همین رفیق ما آقای امیری که فیلم میگیرم میگه خوب دسته میکنم و دره میکنم، همین رقمه درسته؟ دیگه میگه چی میگن یک متل میریتی هست، درون مار خود ما خورده بیرون مار مردم، همین تک چیزی هسته دیگه. وقتی که عیدم میشه دیگه لالا نفر باید داشته باشی، کارگر مگرم داشته باشی. خوال نیه و تا نفر نیه که بیای مثلا خوب بعد نیه رزی نسبت به سابقه که داریم. مده و گپای انکه شما میزنیم و مردم میزنم نیه لالا. یار از 100% شاید 10% هم نباشه.
پس مردم تصور میکنن که خیاطا شهید پولا بنچه قایم میکنن. دیگه بعضی آدم ها میایه به چی هم خوده اینه دیگه ایر دیگه بخیر میارم به پیش شاگرد میکنم خیاطی و من بم دل خون میگم دیگه برکن دیگه میگم برکن بیایه دیگه یه هم دیونه شه. قیمت ها چنده؟ دست چنده فیلم؟ 400 سلامت باشه نیمان جان، زنده باشه. شما هم همچنان تشکر که خوب شد بیامدین. بخیر باشه. به امید از اینکه وطن آباد شه بخیر دعا کنین برادرها و مردم همگی به امید ابدی وطن. مشکل نداره، مشکل اقتصاد، گشنگی، فقر هر رقم باشه تیر میشه. مدعا همین شکر که امنیت داریم، رو به پیشرفت هستیم. این برای ما مسئله مهمتره. به امید از اینکه تا 2 سال 3 سال 4 سال آینده دیگه هم بتونیم کشور ما شما آباد شه، به اقتصاد برسه. به امید ابدی وطن. پناه به خدا. سلامت باشه. لطف کرده. بخیر باشه. خداحافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. مونده نباشید. خوب هستم برای جان شما جوره. اسم شریف شما؟ وکیل احمد. وکیل احمد جان، آمدین دنبال لباس آمدین یا شما اینجا کار میکنید؟ نه، همسایه نیمان جانم. همسایه نیمان جان بناییم. شما خیاطین؟ نه، کابینت سازی. کابینت سازی داریم. خب بله. چی رقم وضعیت کار کابینت؟ به خدا از جلو کرده که مگه تغییرات اومده خوب نیه. ارزون شده یا گرون شده؟ گرون شده، جنس ها بالاه به بازار. جنس بالا رفته ولی بیکاری هم هست. بیکاری هم هست، دستمزد هم کم. دستمزد کم. شما بر اساس متراژ دستمزد میگیریم یا نه بر اساس خود ورق آهن؟ بر اساس متراژ. بر اساس متر چند دیال کابینت جور میکنیم؟ کابینت فلزی متر 2500. خب از چند مواد چی میشه؟ فلز و دیگه چی تیار؟ از MDF هم هست، تخته MDF. بله. MDF متر چنده؟ MDF از متر 3000 شروع میشه تا میره بالا میره دیگه. آخرین یا چنده؟ همون تخته براق اینه که تا 4500. تخته ترکی دیگه درسته؟ ترکی کنیه ولی با نام ترکی میدم. ترکی میدم. ایرانی یا چینی؟ تایلندیه. تایلندیه. خب سلامت باشیم برادر. تشکر. تشکر. سلامت. اسمت چیه؟ احمد زیا جان. شاگرد اینجا یا چند ساله ای تو همین؟ 10 ساله. 10 ساله مکتب هم میری؟ صنف چندی؟ 5. صنف 5. ماشاءالله کدوم مکتب میری؟ همین مکتب چی بود؟ کدوم مکتب؟ بابا زنگیاتو؟ نه یکی دیگه. کدوم مکتب؟ خب خیره غم ندار. چندم نمره هستی؟ سوم نمره. آفرین. انشالله با آینده می چی کار شی؟ کلون که بشی چی کار شی؟ دکتر شی، انجینر شی، چی شی؟ نه بای. بخیر بشی خیر. زنده بشی. بخیر بشی. سلامت بشی. یک موردی که برای شما قابل تذکره، دوستایی که سال از هرات دور هستن، این سرک به نام سرک بدیل منارا که میگم دقیقاً قبلا کسایی که از سرک منارا رفت آمد میکردن از اون حاشیه خیابان اصلی هرات بود، ولی به دلیل از اینکه منار پنجم یا همون مناری که آسیب دیده او بیشتر آسیب نبینه و تخریب نشه، حدوداً 10-12 سال قبل شهرداری هرات این جاده خانه‌ها را استملاک کرد، در واقع این جاده ساخته شد. و همون اساس مشهور به جاده بدیل منارهای و در همین جی سوپرمارکتی هم هست.
جان شما جور برادر. سلامت. اسم شریف شما؟ احمد شاه. احمد شاه جان عزیز، سوپرمارکت شما اول لوی رو نخوندم، منم چی یاد میشه؟ پایتخت. پایتخت. همین سوپرمارکت بزرگ پایتخت. به هرات شما دوستا نمایندگی داریم یا نه؟ یک نشون می یک جا دوی دیگه هم بدین. اونا نه دیگه جدای ما دوستا نمایندگی داریم، اونا نماینده با سیوا. اونا با نمایم جدای. چند سال میشه که احمد شاه جان بزیم قیادت؟ 8 سال میشه. 8 سال. بله. چی رقم تغییراتی که نسبت به 8 سال قبل در همین محیط در همین منطقه آماده، چی تغییراتی به نظر شما آماده؟ تغییرات خوب و حالا مثبت و منفی چی تغییراتی؟ تغییرات مثبت فهمینه که اسعار پایین آمده، قیمت ها پایین آمده، مردم مال وضع قدرت خرید بالا رفته. سابق یک روغن میخرید به 12.5 صد، دیگه نه برای پولی نمیمون دیگه چیز بخره. حال امور میخره 470 و 80 روپیه، میتونه که یک چیزا دیگه در بخش صفایی هم فوق العاده خوب چیز شده، حال بسیار پاک و منظم است. اما روزه جویا پاک میشه، بلوارا بیاری میشه، خوب است. وضعیت برق هم خوب است. وضعیت برق خوب، یعنی برق سمو وقفه 2 ساعته خوردار خوب است. چون اکثریت مناطق به خصوص دوستایی که برق ایران استفاده میکنن، اتوازه بگن جنوب شهر هرات برق وضعیت خوبی نداره. از ما شکر هم دکان به این قسمتی است که برق ترکمنستان میایم خونه، امو وقفه 2 ساعته خوردار، اما در امو ولتاژی هم خوب است. سابق حداقل اگه چیز بود ولتاژ هم پایین بود، ولی اگه هستم ولتاژ بالایی میتونیم استفاده کنیم. الهی هم یخچالا روشن شه که موادایی که به یخچال نیازه خراب نشه، برای مشتری به دسترس قرار میگیره. از روزی که اسعار پایین آمده دیگه بیت نرخ کاهش پیدا کرده، یعنی احساس میشه که واقعا نرخ کاهش پیدا کرده یا نه فقط به دلار که پایین میاد دیگه با نرخ هم تو همین سر جا خو میمونه؟ نه خب پایین میاد، اما رقم ای که بالا میره شاید بالا رفتن کمی سرعتی بالاتر باشه، اما پایین آمدن کاهش میاد و هم یک روز بعد، چون به خاطر از که معلوم شه که همین اسعار به همین قیمت میمونه، با بعد از او همون تجار و دکاندار اونا هم کوشش میکنن قیمت خور پایین بیارن. اگه ایتا که یک دفعه بیای پایین باز برسه و پس بالا باشه خو این متضرر میشه، اما وقتی بالا میره باز آنند بالا میبرن. ولی سلامت باشین، لطف کنید. خوشحال شدیم، روز خوبی داشته باشین. خداحافظ. زنده باشین. اسم شریف شما؟ نظیر احمد. نظیر احمد جان عزیز، سدوزیه دیگه نوشته؟ جان آسان، سدوزی موتر. سدوزی موتر مختص به موتورهای تیز رفتار یا نه موتورهای فرق نمیکنه؟ دیگه نه، موتر خورد میشه، موتر کلون خورد میشه. موتر کلون خورد میشه بدون استچار. چند سال میشه که شما کار سدوزی میکنید؟ ما اینجا تقریبا 2.5 سال میشه که خود کن دارم و 4 سال هم میشه جا مکتب لیسی میری بودیم. جا لیسی میری اونجا کار میکردیم؟ اونجا به حساب شاگرد بودیم. شاگرد بودیم. یعنی سدوزی بعد آدم به چند وقت خوب شاگردی کنه که بعدم تو یک سدوز کامل شه؟ اون دیگه به خود آدم ربط داره که فکر آدم چند وقت کار میکنه و چند سال کوشش کنی. یعنی باز کاروبار مهم به اینه که کاروبار باشه. انا یک صد موتر ما به 3 مدل پوش میکنیم، فرش موتر است، ترپال موتر است. انا شاگرد بعد 2 دفعه یک کار ببینه. توجه شدین؟ ها دیگه وقتی که یک کار بکنه و 2 ماه بعد باز او کار بیایه باز از یاد میره. اگه با شکر که کاروبار زیادتر باشه شاگرد هم زود کاسب میشه. هر قدر کم به اصطلاح بار کاری اما کار باشه که شاگرد هی تکرار کنه، مطمئنا زود ذهن خدا شما سلامت باشین. چی رقم موادی که شما به استفاده میکنین برای ست کردن موتورها اینا چیه؟ چرم اصلا عموما به حساب از رو عکس و ایناه، به حساب کاری که میکنیم از رو عکس برای اینا نشون میدیم، بعد از رو عکس اینا انتخاب میکنم ما برای اینا. مواد از اینا چیه؟ مثلا اینا مواد از اینا برای چوکی ها موتره، روکش ساده میشه. برای فرش موتر مثال اگر اینا پلاستیک های خیلی که پلاستیک میشه. با قیمت ها اینا هر کدوم متفاوت داره جان. لیدر ست داریم، ساده داریم،
یعنی تکه داریم فرق میکنه. یعنی هر نوع موتور و هر نوع ست که بیارم برای شما فرق نمیکنه، شما آنان برای مثلا خود ستا متفاوته و مدل ها متفاوته هم به هر ست می‌ریزید؟ جانا هیچ کدوم فرق نمیکنه. بعضی موتورها مدل بالاتر و چیتره باز توشی هم فرق میکنه. متوجه شدن؟ زحمت ما بیشتره تا از موتور ساده کردن. چقدر هزینه برمیداره یک موتور؟ حالا فکر کن یک موتور ادی مثل یک کورولا، یک تویوتا، یک فیلدر، یک ست هزینه میشه چندی بعد هزینه پرداخت کنه؟ دیگه انا برای پلاستیک اینا که هست 2000 میشه. یعنی ما 5-6 هزار هم پوش داریم، 4000 هم داریم تا به حساب پوشی اونه زحمت نه. سلامت باشیم. به عنوان آخرین سوال، همین ست دوزای مشهور و قدیمی هرات کیها بودن؟ مثلا که شما یا اونا رو بدیدیم حالا شاید حیات نداشته باشم یا از این کشور رفته باشم، قدیمی ها که نام شما شنیدیم یا بدیدیم کیا بودن که خیلی شهرت دارن بین ست دوزا؟ از وقتی که من یاد میدم که به حساب شاگرد بودم، همین استاد امین الله میگفتم ست دوزی آریانا، اینا به حساب خلیفی ما میشدن. 40 سال میشه که اینا سابقه دارن. یعنی امینا رو میشناسم. یعنی دیگه ست دوزی که به حساب چند مدت باشه بشناسم اینا. کنده ست دوزای کنده جانا. خداوند حفظ کنه اینا. سلامت باشه. آمین خداوند اونا رو زنده داشته باشه. هنوز کار میکنن جانا صاحب بالاتر از ما باز اینا بکنن. اینجا هم صاحب ماشاءالله. ان شاء الله اگه شد میریم بالاتر، اگه نشد ما سرپل میریم گزارش خود ادامه میدیم. با روز دیگه حتما خدمت از اونا برسه. لطف کردیم برادر. زنده باشه. خیر ببینید. بخیر باشه. خانه شما آباد. ما بریم همینجور نینویه. سلام علیکم. استادا مونده نباشین. جاره شما جاره خوب هسته؟ سلامت. خوشحال هستم. شما محسن هستم. محسن جان عزیز، اول هم استادا مونده نباشین. خدا قوت. سلامت باشین، زنده باشین. شما دیگه میرزا نینویین درسته؟ بله. چند سال میشه محسن جان با نینوی کار میکنید؟ 15 سال میشه. 15 سال. هنوز از میرزایی عبور نکردین؟ خلیفه نشدین؟ نه. چرا؟ دیگه خوش دارم میرزایی کار ساده تره دیگه درسته؟ جنجال هم داره. جنجال داره. دیگه همین جنجال داره که میگه عقل بابا هوش کنی. خب دیگه نون بنسیا نه برام بیارم نون بنسیا میبرم. انا میگم. نون نسیم میبرم. وضعیت کاری خرابه. نون که نسیه ببرم من نون بخورم دیگه اشته دلشون پول بدم. ناسم میارم دیگه. سلامت باشه. خب چی رقم وضعیت کاروبار نینویی؟ خوبه شکر. روزانه چند من فخت داره؟ همین 7-8 میشه. میشه؟ هم 8 میشه. همین نونوها مشهور ایراد کیایم؟ مشهور قدیمی ها یک ململه. خب دیگه که دوتا دیگه خلیفه ابراهیمه. خلیفه رازقه. همین 3-4 تا همین ها هستن. خلیفه شما چی اسم نام؟ خلیفه رازق. صحیح دیگه. استاد جان ان شاء الله که خداوند خیر و برکت زیاده بده. مزایای شما بیشتر چای تیاره. قربان شما. بخیر باشید. باشه که همین جا. السلام علیکم. ایشون استاد جان. جاره. سلامتی. کجایی برو؟ دل خوشحاله. بیاین خدا شما چی کنم؟ ایشون شکر. سلامتی. امیر خوبم. از خیریتیه. سلام. الحمدلله. سلامت باشید. باشه دوستا با یک موضوع بگم که استاد سرور جان از دوستای خیلی قدیمی ما حداقل شاید از سال 92-93 ویزی طرف ندیدیم، یعنی حدودا 10 سال میشه ما ندیدیم. امروز خوشبختانه آمدم و چیش ما افتاد به جمال مبارک از اینا اشته نیم استاد. قربان شما استاد جان. خوشحالم. خیلی خوشحال شدم من دیدن شما. قربان شما. چی وقت میشه هرات تشریف آوردید؟ ما یک 4-5 ماه میشه بیام خیلی پس بیام دیگه گفتیم مهاجرت دیگه نمیشه. بس دیگه خسته کنه. هر چه بستیم خسته کنه بیشتر. وضعیت زندگی در هرات چی رقمه؟ حالا رزیم اینجا بی‌تر یا دوری مهاجرت؟ والا دوری مهاجرت که دوری خسته کنه استاد جمیل. دیگه کشور آدم از هر جای بی‌تره ولی کشور کمی در حال برهان نمیفهم چی رقم وضعیت کاری و اقتصادی خیلی خرابه. مردم میبینم خیلی آدم نگران میشه. دیگه ما یارو جدید داشتیم که بیام وطن خو بیشتر
کاروبار باشه اینجا هم کاری که اونجا میکنیم اینجا بکنیم ولی کاروبار نیه مردم کمی پریشونه از این بابت چیزه ولی امنیت شکر خوب امنیت شکر خوبه ولی دیگه که هم کاروبار کمی مردم ضعیفه کمی مردم روی اینا ضعیف کرده دیگه ان شاء الله که خوب شه بنا خدا چی تفاوتی آمده شما به این چند ساله که نبینیم به این منطقه نمیبینین نام خدا عقب نشینی ها شده ای آبادی شده پاک و تمیز شده چی رقم والا خیلی فرق کرده استاد جمیل تفاوتایی که ما اصلا 10 سال پیش اینجا بودم تا والا خیلی تفاوتا کرده به قبل شما سرکای وا شده که اصلا جاده این کوچه‌ای بود که اینا هم یک وقت ما یاد میدیم کوچه‌ها بری که والا میگم جاده شده و استوار شده و تا والا خیلی تغییرات بولوار اینجا بوده دیگه از این بابت خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم ما یعنی هر کس میگه بری بیرات نمیفهمی واقعا هم همین سلامت باشید قربان شما قربان شما خیر باشید سلامت شما دوستان ما میریم داخل نیمه البته با اجازه استاد دیگه ببخشید ان شاء الله که ما یک توضیح برای هموطنا بودم دوستایی که حالا به افغانستان زندگی نکردن چون اکثرا مخاطبا ما بیننده‌های بیرون از کشورن نیمه یا هرات شامل چند چیز میشه یکی که هست میرزا که کسی هست که نون در قسمت خرید و فروش یعنی پول میگیره نون تحویل میدن دلالا ما که هستن اینا در بخش به اصطلاح نخونه و استادم و یک نفری هم هست که هم زواله میتوه و هم به اصطلاح خمیر میکنه درسته دیگه سلام علیکم استاد مونده نباشید سلامت باشید جان شما جان اسم شریف شما عبدالقدیر جان عزیز شما دیگه نام خدا سخت‌ترین کار نونوایی بودی شما چه کار کننده دیگه وظیفه مونده چند سال میشه که شما این کار نونپذیر میکنید به اصطلاح تقریبا 12 سال میشه 12 سال میشه که شما یک سر با تنور ایستاده البته به بعضی کسون خیلی وقت میشه که آماده ولی 6 سال 7 سال میشه پخته میکنه 6 سال 7 سال نونپذیر و چند سال آدم در کل مگر اول بگیره به شاگردی کنه تا به زی درجه برسه که او استادکار یا صاحب کار اجازه بده و پان تنور استاد شنون بپزه اول مگر اون بیه مفته کار کنه تا یک چند مدتی که حساب کتابو بزنه بگیره بفهمه بعد از قرار کرده خوشک باز واره پیش کنه فهمیدی؟ بعد از واره پیش کردن باز خوش میرسه به زوالتوی و بعد از زوالتوی میرسه به خمیر کردن با اینا که یاد گیریم خوش میاد اینجا میشینه فهمیدیم کار از این بعد از اون خوش که فکر خود بگیره به سر تنور بعد میده متوجه کار باشه بعد یاد میگیره خوش یاد میگیره یعنی دست زحمت داره شما چون داریم با آتش این کار مبارزه میکنیم چه کار کنیم باز دوستا واقعا کار خیلی مشکلیه شما ببینن بزی هوا گرم داخل تنور اینقدر آتشی تا حرارتی که از اینجا داره میسوزونه ولی شما واقعا نوش جان شما چه کار کنیم دیگه وظیفه ما دیگه به این مردم خدمت کنیم سلامت باشید و من فکر کنم که حلال ترین رزق و روزی همین کاره به خاطر که شما واقعا از جون خود مایه مقداریم و زحمت میکشین کلا دوستایی که حالا او کسی که خمیر میکنه او کسی که زواله میتوه او کسی که ناخن میزنه او لالایی که میرزا همینا هر که یک از اینا واقعا کار مشکلی ولی هر کدوم از اینا یک وظیفه دارم دیگه به پایدار توان خدا هر کدوم رو انجام بدم وظیفه خود سلامت باشین زنده باشین کار خداوند خیر و برکت بده اگه چای چربی میخورین سلامت قربان شما زنده باشین در همین مسئله سرک بدیل منارها
یکی از خوبیایی که شده تعداد زیادی از کسب و کاران سنگ تراش و سنگ کار هم به این مناطق آمدن که سنگ های تزئینی چیزی که در قسمت خانه و حالا مسکن اینا استفاده میشه، چی در قسمت کارهای تزئینی و همچنین سنگ‌های معرف قبرها هم هسته و همه قسمی که میبینیم لالا همه کار میکنن و ما همه قسم گفت ما یک از سنگ ترشی ها و سنگ فروشی های سرک بدیل منارای در خدمت استاد عزیز قرار داریم و همه قسمی که دیدم یک چیز تزئینی فکر کنم میسازن. سلام علیکم مندم. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر، سلامت و بخیر. اسم شریف شما؟ یاسین جان عزیز، اولی بگین که شما چی تیار میکنین؟ نقشه افغانستان تیار میکنین. خوب یا سنگ مرمر میگم دیگه، درسته؟ بله. این چی رقمه برای خود یا برای سفارشی تیار؟ نه، برای سفارشی تیار میکنین. چند سال میشه یاسین جان که شما کار سنگبری یا سنگ تراشی میکنین؟ 8 سال میشه. شما در این کارگاه دقیقاً چی چیزای تیار میکنین، چی چیزای نمیکنین؟ والا قبلا خیلی چیزات جور میکردیم، فعلا به خاطر کاربار نیه، بازار نیه دیگه، همین چیزای کسایی سفارش میده، نقشه تابلونی نرده، همین چیزا جور میده. اینا بر اساس مترها جور میشه یا بر اساس زحمتی که داره؟ اینا دانگیه. بله. مثلا این نقشه افغانستان چقدر از اینا برمی‌داره؟ میدونن 30 سانت شاید باشه، درسته؟ بله، 30x20. 30x20 چند از اینا برمی‌داره؟ اینا با پایه و نوشتن اینا 1000 داریم. 1000 افغانی. این کارا رو هم خود شما میکنه، نوشتن هم خود شما میکنه یعنی با دیگه دوست؟ بله، همش خودم. هم شما چند سال به اصطلاح شاگردی کنه که اینقدر هنر یاد گرفتی؟ تقریبا 4.5 سال شده که من شاگردی. به افغانستان یا به ایران؟ به ایران، به افغانستان. هم به ایران هم به این. این بهترین سنگ در حال حاضر سنگ چیه؟ این سنگای مرمر؟ والا بهترین سنگ همین سنگ افغانستان، همین سنگ چیشته دیگه. چیشته؟ سنگ مرمر چیشته؟ بله. از سنگ ایرانی و سنگ هلمندی و کجا بهتر؟ نه، هلمند که بالاتر از هلمند هم که جز افغانستان دیگه. هلمند از هرات بالاتره؟ اول هلمند که سنگای قیمتی داره، دومش هم هرات که سنگ چیشت داره. خوبه. سنگ متر چنده حالا؟ سنگ از متر 2.5 گرفته تا 6.5. درسته. سلامت باشیم. یاسین جان میبینم اینجا بعضی چیزا دیگه هم هست، نام خدای برج ایفل چیه؟ اینم ساخته بین شما و او نردبانا رو هم ساخته. بله. یعنی چقدر از اینا داره؟ چیز خیلی خوبه، چیز قشنگه. والا وقتا که اینا 10-12 هزار داشته، مردم های بود پول داشت، شوق داشت. فعلا کدوم 6,000 هم میگی، بازم نمیبرم بازم. ها اونا گلدونه، اینا چیه؟ چرا؟ برای بالکونی، برای باغچه. از اینا چقدر میشه؟ از اینا 1000. 1000 افغانی. بله. سلامت باشین یاسین جان. از یک کان نقشه افغانستان تیار کردیم، یک دانه رو میتونه نشون بدین که این بیننده هم ببینم. دوستا این دقیقاً چیزی که یاسین جان زحمت کشیدن، این با همراه با نوشته یا نام یا هر چی که خواسته باشن اینجا نوشته میشه. 1000 افغانی قیمت یعنی واقعا ارزش داره، به خاطر که هم سنگ هست، هم هنره که به کار رفته رو از این خیلی ارزش داره. سلامت باشه. قربان شما یاسین جان، خیلی لطف کنید. بخیر. قربان شما، روز خوش داشته باشید. جان شما جوره، خوب هستین؟ سلامته. اسم چیه شما؟ خوبی مولا جان؟ سلامته. عزت الله جان، اینجا شیشته بودین سایگاه یخ بود، فکر کنم تازه ما این دکان را. بله، هم رفیق ما دکان پنجشنبه‌ای واقعا اینجا ما بیا اومده می به همچینی داریم خودمون. همکاری میکنه. بله. خود شما چیکار میکنید عزت الله؟ خودم شرک صنعتی کار میکنم. شرک صنعتی کار میکنید. از کاروبار خود راضی میشید؟ شکر راضیم. بله. خوبه کاروبار. در چی وقت کار میکنید؟
ما در بخش ما شرکت پامیر کلایم در بخش تکنیک کار میکنیم. بخش تکنیک شما بله. پس آدمای فنیم دیگه. بله درسته؟ بله. چی رقم تولیدات خوبه؟ تولیدات خوبه شکر بله بله. ارزان شده یا گران شده؟ دیگه ما چیزی گفتن نمیتونیم بعد میگیریم بله. دیگه باز رئیسای دیگه. چند سال میشه که کار میکنی؟ ما حدود 5 سال میشه میکنم. خونه به این منطقه؟ بله خونه به منطقه. چند سال میشه به این منطقه؟ دیگه ما خود به این منطقه کلان شدیم بله. تغییراتی که عزت الله جان نسبت به سابق به این منطقه آمده چی تغییرات؟ تغییرات خاصی آمده اینجا جلوتر همین نقشه سرکا آمدم. خیر بینم برادران امارات ما همین در بخش تنظیف شورولیان خیلی خوب پیش میره بله. دیگه در بخش امنیت هم خوبه. کسی و کسی کار نداره. تغییرات خیلی خوب آمده. الهی شکر کمی که تغییرات خوبی آمده واقعا عقب نشینی شده امنیت خوب شده پاک و صفا شده. پاک و صفا شده. واقعا شهر ایران از دیگه ولایت‌ها که ما خو ندیدیم واقعا پاک شده. به هر جایی که میریم پاک و صفاه. سلامت باشید. زنده باشید. خیر باشید. سلامت باشید. باشه ما بریم. سلام علیکم. خدا لالا بریم یا خدا عزیز الله. لا خدا لا یا. خیر ما بازایش. از اینجا با خدا مرا کش کرد. اشتیاق خوشحال هستین؟ اسم شریف شما؟ اسماعیل. اسماعیل جان عزیز. شما تازه از میدان بار آمدید بله. چند سال میشه اسماعیل جان به این منطقه؟ شاید باشه 3 ساله. خونه هم به همینجا؟ نه خونه به او برده. خونه به او برده. چی رقم وضعیت ترکریا نام خدا میته ترکریا تازه و خوشبوی؟ خدا تازه خواست دیگه کسی که نمیخره چه بکنه. ترکری کارتون نمیگه بخرم. دیگه ما گرون میدیم که نخرم. ما شما گرون میدین که نخرم. خب گناه خودشون ارزون بدین که بخرن. کلیجه نمیدین؟ ما کیلو 30 میدیم. ولی ارزون بدین. ما سر چرخا به نمبر 1 40 روپیه بریم امید. راست میگی. بعضی وقتا گرونه. بعضی وقتا ارزون میشه ها. بعضی وقتا ارزون میشه. شما نسبت به 3 سال پیش چی تغییرات حس میکنین در این منطقه؟ با خدا تغییرات اساسی نشده. تغییرات کاروبار جور شده. تغییراتی که چیزی بشه برای مردم. تغییرات چیکار کنیم که کاروبار مثلا نه دیگه. بس از سرکات تیار شده برقار تیار کرده. این چمنا رو میرم ولک فلان اینا شورولی خوب میاد. منتها همین نظر به منطقه که میگیم تیار دیگه خوب شده ولی فعلا خوبه. از امنیت گرفتین؟ ها شکر امنیت خوبه ها. انشالله که منطقه آباد هم باشه، سرسبز هم باشه، عقب نشینی هم داده شده، امنیت هم بیامده. همین یک کار مهم بمونده که کاروبار مردم هم جور شه وقت خوب بشه. همین کاروبار جور شه دیگه چی مهمانه شده؟ دیگه هیچی نمونه فقط هم کاروبار جور شه. فعلا که کاروبار نیم من میخوام درد مردم هم همینه. کاروبار. سلامت باشیم اسماعیل. زنده باش. خیر باش. بخیر باش. خداحافظ شما. وطندارای گل این بود گزارش ما از جاده بدیل منارها به اصطلاح پل دوم جاده بدیل منارها و شما دیدیم و شنیدیم صحبت های مردم و علاوه خصوص دکاندارای منطقه به تغییراتی که در این منطقه آمده. یک از تغییرات خوشایند اینه که عقب نشینی های زیاد شده و همچنین پاکی و نظافت منطقه واقعا فوق العاده که آدم باید به مسئول نهایی منطقه نمره مثبت بده به خاطر اینکه وظیفه رو به نحو احسن انجام بده. تا تقدیم گزارش دیگر که من جمیل حیدری در خدمت شما قرار میگیرم و همه شما را به خداوند لاحظال میسپارم. اوقات شما خوش. بخیر باشید.